Hello everyone! من نوشینم و اینجا قراره که با هم دیگه انگلیسی یاد بگیریم. Let's go! سطح انگلیسی خیلی از ماها واقعا بدک نیست. لااقل میتونیم راحت صحبت بکنیم یا وقتی کسی چیزی میگه راحت میتونیم متوجه بشیم که منظورش چیه. ولی امروزه یک سری اصطلاحات توی حرفای بقیه استفاده میشن که ما ممکنه اونا رو نفهمیم، با خودمون بگیم اینا دیگه چیه. اینا اصطلاحاتی هستن که نسل جوان و نوجوان از اونا استفاده میکنن یا همون نسل زد یا جنزی. امروز قراره که من این اصطلاحات رو به شما یاد بدم. اولین اصطلاح هستش binge watch. معمولا وقتی قسمت‌های یه سریال رو پشت سر هم می‌بینی میگن که اون قسمت‌های سریال رو binge watch کردی. خب این موقعیه که قسمت‌های اون سریال انقدر جذاب بوده که تو رو محو خودش کرده. مثلا I binge watched 2 seasons of Black Mirror. The TV for your binge watch. اصطلاح دوم on flick. این یه اصطلاح خیلی مثبته وقتی که میخوای از یه چیزی تعریف بکنی، یا مثلا دوستتون میبینی که چقدر موهاش امروز قشنگ شده، میخوای ازش تعریف بکنی. چی میگی؟ میگی Girl, your hair is on flick today. Your hair is on flick today. You know, I just had my eyebrows done and I was looking on fleek. اصطلاح بعدی هستش slide into DMs. DMs مخفف دایرکت مسیج هستش، یعنی موقعی یک نفر توی اینستاگرام به شما دایرکت میده، میتونین از این استفاده بکنین. مثلا He slid into my DMs، یعنی اون به من دایرکت داد. He slid into my DM. اصطلاح بعدی هستش no cap، یعنی صادقانه، دروغ نمیگم. برای مثال Tonight's movie was amazing. No cap، بدون دروغ، صادقانه، فیلم امشب خیلی عالی بود. No cap. اصطلاح بعدی هستش ghosting. معمولا توی روابط کاربرد داره. برای مثال یه مدتی هستش که با یک نفر چت میکنین، صحبت میکنین و اون یهو ناپدید میشه، غیبش میزنه و دیگه هیچ خبری ازش نیست. میگین چی؟ میگین he is ghosting me یا she is ghosting me. You ghosted me. اصطلاح بعدی هستش throwing shade، یعنی بخوای به یکی تیکه بندازی یا یه چیزی رو غیر مستقیم به یکی بگی. مثلا من رئیس یه پروژه‌ای هستم و یکی از همکارام میاد به من میگه که چقدر این پروژه داره کند پیش میره. خب این غیر مستقیم داره به من تیکه میندازه دیگه، چون من رئیس اون پروژه هستم. پس میگیم she is throwing shade at me. داره به من کنایه میزنه، داره به من تیکه میندازه. Am I crazy? Or was Ambrose just throwing shade at me? اصطلاح بعدی هستش that fit goes hard. موقعی اینو استفاده میکنیم که میخوایم از استایل یکی تعریف بکنیم. یکی لباساش خیلی قشنگه، میخوایم بگیم که چقدر لباسات قشنگه و ای بل چقدر خفنه. بهش میگیم that fit goes hard. فرق این با اون اصطلاحات on flick اینه که that fit goes hard فقط برای استایل و لباس استفاده میشه، ولی on flick میتونه برای تعریف کردن از هر چیزی باشه. یه اصطلاح دیگه هم داریم به اسم spill the tea. دوستتو بعد از مدت ها میبینی و میخوای بهش بگی که خب چه خبرها، بگو تو این مدت که نبودم چه اتفاقاتی افتاده، چه رمز و رازایی الان وجود داره، آمارا رو به من بده. به جایی که همه اینا رو بخوای بگی خیلی راحت میگی spill the tea. دو تا دیگه از اصطلاحاتی که خیلی ممکنه شنیده باشیم هستش high key و low key. مثلا میبینی طرف میگه I'm high key hungry. های کی به این معنیه که تو یه چیزی رو باور داری و اصلاً خجالت نمیکشی ازش، بدون ترس بیانش میکنی و میخوای همه اینو بدونن. I'm high key hungry، من گشنمه و هیچ ترسی هم نداره دیگه، میخوای همه بدونن که آقا تو گشنته. low key دقیقاً برعکس این هستش، یعنی تو به یه چیزی باور داری، به یه چیزی فکر میکنی ولی دوست نداری که بقیه اینو بدونن. مثلا she's low key jealous، یعنی اون یه جورایی حسودیش میشه ولی دوست نداره که بقیه اینو بفهمن، دوست نداره بقیه اینو بدونن. یکی دیگه از پرکاربردترین اصطلاحاتی که جنزی از اونها استفاده میکنن و ممکنه خیلیاتون اون رو شنیده باشین هستش
lit. یعنی یه چیزی خیلی خارق‌العاده است، خیلی هیجان انگیزه. مثلا yesterday I went to the concert and it was lit. دیروز رفتم کنسرت و خیلی عالی بود، خیلی هیجان انگیز بود. Nice. و اصطلاح آخر هستش bet. این دو حالت داره. مثلا دوستتون به شما میگه که میخوای بعداً بریم ناهار بگیریم، بریم ناهار بخوریم. تو به جایی که بگی اوکی میگی bet، یعنی موافقم بریم. حالت دومش اینه که دوستتون یه چیزی برای شما تعریف میکنه و شما میخواین موافقتتون رو باهاش اعلام بکنید. بگین که آره راست میگی، من با این چیزی که تو گفتی موافقم. به جای همه اینا خیلی راحت میگین bet. Hi. Okay. مرسی که تا آخرین ویدیو رو تماشا کردید. شما دیگه چه اصطلاحاتی میدونید که جنزی از اونها استفاده میکنه؟ توی کامنت ها به هم بگید و اگر سوالی داشتین ازم بپرسین که کامنتاتون رو جواب میدم. اگر که این ویدیو برای شما مفید بود حتما این ویدیو رو لایک بکنید و کانال من رو سابسکرایب بکنید. فعلا خداحافظ.